سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز دوشنبه 2 نوامبر همراه شما. شرکت روسیه که هواپیمایش در مصر سقوط کرد میگوید سبب این فلاکت خطای خلبان‌ها و یا مشکل تکنیکی در هواپیما نبوده است. الکساندر سمیرنوف، معاون رئیس شرکت کالاگیم اویا، روز 2 نوامبر گفت ممکن است هواپیمای مسافربری از سبب تأثیر بیرونی تکنیکی در آسمان دوپاره شده است. هواپیمای بوینگ 321-200 روز 31 اکتبر هنگام پرواز از شهر شرم الشیخ مصر به سنت پترزبورگ در نیم جزیره سینایی سقوط کرد و تمام 224 مسافر و خلبان‌هایش و اکثریت شهروندان روسیه کشته شدند. مقامات روسیه از این پیش گفتند هنوز درباره سبب‌های سقوط هواپیما گفتن بر وقت است. در شهرهای گوناگون روسیه خاطره قربانیان فلاکت را گرامی می‌دارند. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، در سفرش به آسیای مرکزی همزمان با اظهار رفاقت با کشورهای منطقه رهبران خودکامه آنها را به مراعات حقوق انسان و رواج دادن دموکراسی تشویق کرد. جان کری روز 1 نوامبر در ملاقات با وزیران امور خارجه تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان و ترکمنستان در شهر سمرقند گفت بیشک پیشرفت در حکومتداری دموکراتی به پیشرفت در تمام عرصه‌های مساعدت می‌کند که ما درباره آنها گفتگو داریم. جان کری از ازبکستان به آستانه پایتخت قزاقستان سفر کرد و قرار است روز 3 نوامبر به دوشنبه برود. سفر جان کری به 5 کشور آسیای مرکزی در 2 سال اخیر در حال صورت می‌گیرد که چین و روسیه برای تقویت نفوذشان در منطقه فعالتر شدند و گروه‌های تندرو و مثل گروه دولت اسلامی با استفاده از کم بی‌ذاتی و ناامیدی مردم می‌خواهند منطقه را ناآرام کنند. روز 1 نوامبر هنگام مذاکرات پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف با جان کری، یک خبرنگار آمریکایی کوشش کرد از دو رهبر درباره وضع حقوق انسان در ازبکستان سوال کند، ولی او را از تالار بیرون کردند. در این باره خبرنگار بخش ازبکی رادیو آزادی سیراج الدین اسلام تفصیلات بیشتر داد که در سامانه رادیو آزادی هم قابل دریافت است. ریاست دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان و روسیه 5 دانشجوی همین دانشگاه را برای لطوکوب بیرحمانه یک همدرسشان از دانشگاه اخراج کرده است. 4 دانشجو در سال اول و 1 نفر در سال سوم تحصیل داشتند. نورعلی صالحوف، رکتور دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان و روسیه، روز 2 نوامبر بر رادیو آزادی گفت دانشجویان اخراج شده اکمل زمانوف، دانشجوی کورس اول فاکولته اقتصادی را برای سوال و جواب زیادش در درس ریاضیات بیرحمانه زدند. اکمل زمانوف عین زمان در بیمارستان قریه بالا بستری است و دانشگاه تا کنون برای طبابت او 15,000 سامانی خرج کرده است. رکتور دانشگاه به رادیو آزادی گفت دانشجویان بدرفتار را برای درس عبرت شدن به دیگران از دانشگاه اخراج کردند. باستانشناسان